آب روغن کردن تو پژو به دو صورت شکل میگیره. یک براتون توضیح بدم. دوستان همیشه دیده که در رادیاتور چربه، داخل رادیاتور روغن زده، باید بین روی کانال اصلی روغن. این کانال اصلی روغن که دست گذاشتم، فشار روغن اینجا خیلی بالاه، چون که از ولپمپ میاد داخل سیستم قسمت سرسیلن. تو این قسمت اگه واشر سرسیلن یک ذره ضعیف باشه، روغن میزنه داخل دور بوشا و داخل سیلن. یه موقع میبینی که آب میزنه داخل روغن و ماشین به صورت روغن به صورت خامه هست، بیشتر از این قسمت ها پیش میاد. تو این قسمت فشار آب از روغن خیلی بالاتره، چون آب خود رو تحت فشاره. هر موقع واشر سرسیلند یک ذره ضعیف باشه، از این قسمت آب میزنه داخل روغن. یکی دیگه این قسمته که کانال روغن. این قسمت هم اگه واشر یا خود سیلند خورده شده باشه، از این قسمت آب میزنه داخل روغن، میره تو کارتل. یکی این دور بوشه ها اگه اورنگ اینا ضعیف باشن، از این قسمت هم فشار آب از روغنی که اینجا در کار نیست خیلی بالاه. از این قسمت آب میره تو کارتل، این مشکل براشون پیش میاد. دوستان همیشه پیجمون رو فالو داشته باشید تا بتونید بحثای آموزشی بهتری براتون بذارین که لذت ببری از این پست‌ها.